کاش دیگه شور نخورین. مادر بیشی مادر ریکارد هستی؟ سلام برس هموطنان عزیز به برنامه اشک و لبخند خوش آمدین. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین. امروز ما دقیقاً در کارته پروان قرار داریم و یگانه روز تراژدی برای ما خواهد بود که خواهرای عزیز ما، مادرای عزیز ما آمدن در کنار نانوایی و منتظر 2 تا نان خشک هستند. شاید به تعداد بیشتر از 100 نفر باشه که دوستا گفتن دیگه اضافه میشه. نانوایی او طرف هم است، اونجا بعض دوستا نشستن به خاطر از اینکه حداقل بتانن 1-4 دانه نان خشک ببرن که او را اگر کدام هموطن ما اخلاص داشت و تانست که برشان کمک کنه خوب، اگر نکردن دیگه تمامشان فکر کنین که همه تا دست خالی به خانه برمیگردن. امروز از طرف مادر ما شیما احمدزی که برادرشان وفات کرده بود، سید کمال عظیمی گفتن که یک مقدار نان گرم خریداری کنین برای هموطنان عزیز ما توزیع کنین. کسایی را که شما اینجا میبینین تمامشان بیچاره و فقیر و نادار هستند و از مجبوری اینجا آمدن. حالا که بعضی ها صحبت میکنیم، هر کسی که مشکل زیاد داشت باز هم میایم خانهشان میبینیم دیگه کمک هم کدش میکنیم. مادر خوب هستی؟ سلام علیکم. سعادت خوب است؟ خوب است شکر، سلامت باشی. خانهت کجاست؟ خانه کارتی سخی. کارتی سخی. هر روز اینجا میایی به خاطر نان؟ از خاطر نان هر روز میایی. شوهر چی کار میکنه؟ شوهرم سابق وظیفه‌اش تا بیکار است در خانه است. روزانه که اینجا میایین چند دانه نان میشه که خانه میبرین؟ بعض روزا میشه بیادر، بعض روزا هیچ نمیشه. اگر کسی بیایه بخره خوب، اگر نخره هیچ خالی خانه میریم. باز کاریگر دیگه کی از در خانه؟ هیچ کس طفلای خورد هستن، کار کردن نمیتونن. همین نان اگر بردی خوب، اگر نبردی کلتان گشنه میباشه. ولی چیز دیگه نیست، مردم بیکار است. همین نان خشک اگر شد نشد خالی، چیز دیگه نیست. بیا خدا رحم کنه انشالله. کسایی که زیاد مشکل داشت باز ما میایم خانهشان میبینیم. در سر کو هستی؟ بله سر کو هستم. چی میگه مادر باش که؟ بله خورک گفتنی شکر خانه دیگه خانه غریبی هست. این مردم که میبینی بیادرم پشت 1 تا نان تا 10 بجه شب است. مشکل زیادتر است. مردم کسی در کار است و کسی بیکار است. دیگه مشکل زیادتر است. اگر نان بود دیگه اون میبری، اگر نبود اولادکایت گوش نخوامش. دیگه مجبورن. ما پری روز باور که از اینجا خالی رفتن بیچاره. کسی 3 تا نان خریده تونست، کسی نتونست. تشکر. کارگرتان کی است؟ کارگر از ما 1 نفری سفید است که بیچاره کراچی داره در بازار. او هم گر میشه گر نمیشه کارش. بیا خدا مهربان است. انشالله باز مکت شما گپ میزنم. صحیح سمی مادرایی که است. تشکر. خیر بخیر باشی. خودت هم چیز گفتنی داری؟ سلام علیکم بیادر جان. بخیر باشی. شکر بخیر باشی. چطور است روز روزگار؟ روزگار ما به خدا بیادر جان میتل ولی هستیم دیگه دم روبری، یعنی میگم میایم پشت 1-4 تا نان کسی بیاره بگیره که خوب، اگر نریم تا خالی پس میریم. اشتک دار هستیم بیادر، بیکار اشتکای ما خورد 7 تا اشتک دارم. شاورم ایران است، کار بارم نداره. تا چند بجه اینجا میباشی؟ تا 9 بجه، 9:30 بجه، 10 بجه شب میباشی. اولادکایت منتظر است که نان میاری؟ خدا که نمیده. 1 تا 2 تا شاگردی خیاطی از مکتب میرن دیگه، بیکار کاربار ندارن. این شاورم ایران است، بیکار کاربار صحیح نداره. چای میخورن، چیزی نیست. بعد مجبوری بیچاره که میشینیم تا 10 بجه 9 بجه شب کسی 1-4 تا نان بخره. خدا خمش نکنه مثل شما آره که خب اگر نخورم تا خالی میریم. بیا خدا مهربان. بخیر باشید. تشکر. خب این طرف هم فکر کنم کسی گپ میزنین. مادر چطور هستیم؟ خب خوب هستی مادر؟ کی گپ میزنه؟ کی مشکل دار؟ مادر خوب است؟ خیر ما میگیریم. خوب است؟ شکر بیادر. سلام برسه برتان. بیادر ما 5-6 ماه میشه که در دانه نانوایی میشینیم. به خاطر 1 لقمه نان میشینیم. نان هم کدام روز بر ما میرسه کدام روز نمیرسه. اشتک دار هستیم. اشتکای ما درس و تعلیم مانده. تنها من کل این سیاسرها را که میبینی مشکلات خانه داریم. در فرق که میشینیم برق نداریم. زندگی ما بیخی خراب است. تنها به 1 نان چاره ما هم نمیشه. بسیار زندگی ما سخت‌تر میشه. کارگر کی است؟ اصلا پدرش تو کاز بیکار است، کار نیست، مجبوری است، جنجال زیاد است.
دیگه نان با که میایم دیگه نان هم کدام روز بر ما نمیرسه، جنجال مشکلات ما روز به روز زیاد شده میره. ولی یک کاری هم بکنن که از اینجا ما جمع شیم تا چه وقتی جا بشینیم، هفته سر ما تا بود سردی اینال در گرمی بسیار مشکلات تنها از منی از کل سیاست کل ما زیاد است. حتی از مکتب هم ماندیم، از مدرسه و شتکای ما مانده، خود ما بیخی از این زندگی خانه برآمدیم. بخیر باشی مادر، من نان تیار کرده بخیر برتان توضیح کلگی سر جای خود باشه. آماده است؟ خب بگی بخیر چند نفر شده؟ خب ما یک خوب دوستا از این که وقت هم زیاد نگیره، ما از قبل صحبت کرده بودیم نانا را استاد فکر کنم جورایی گرفتین نه؟ بله جورایی. به خاطر که هم زودتر توضیح شوه و همچنان هم جنجالش هم کم باشه. چند دانه حساب میکنین؟ 10 دانه است. 10 دانه ای 30 دانه. 30 دانه. خب ما تقریبا فکر کنین که 430 دانه را بر ما آماده کنین که 200 چند دانه میشه؟ 215 دانه. 215 دانه. کل نانایتان جورایی است؟ کل نان ما جورایی است. بله. خب ما قسم تنظیم کرده بودیم برای هر نفر باید 5 دانه بتیم. اینال ایره چند دانه ای باید بتیم؟ چون تعداد اینجا زیادتره 2 دانه ای بتیم. 2 دانه جورایی بتیم برای همهشون میرسه. 2 تا جورایی ما 4 تا میشه. 4 تا میشه. بله. چند نفر شدین؟ شما 45 100 نفر بیخی بر کلتان فکس است. خب بر هر کدامتان 2 دانه جورایی میتیم. امو لالا را صدا کو بگو بیا دیگه همکاری کو. بیا بخیر. بگی مسا نه کسای گرفت چی کنن برن و مقصد به نوبتی نکنن دیگه. برو در اون بغل، برو از اون طرف شروع می از اون بغل بشابت بگی بشی بچه بشینن دیگه شو بگی بخیر. دو تان بگی سر صدا بر کلگی میرسه. خب بتی این دختره که بتی همین قطار خلاص کو. برو تا این از همین قطار بتی چیز گپ نیست. برو بیا بخیر. بیا پالوان جان بگی. خب چند تا شد؟ بگی مادر جان کسی چی نکنه. خب جنجال نکنین، خیر برای کلتان میرسه. خب بخیر باشی. باش که یکیش تا قیمه بگی مادر جان. بگی خوراک بگی ما بخیر باشی. باش که یکی طاقه مانده ما میتم باشم اینجا خلاص بشی بس میتم بچه ما بشی داغ است نسوزی. بگی مادر جان تو رخ دادم مادر بیسا بشی میتم مادر. تو از اوی طرف آمدی؟ خب خیر است. خیر دست پیش نکنین مادر، ما جگر خون میشم برای کلت. ما خودم اگر کم هم شد خیر از جیب خود. مادر تو گرفتی نکو که باز حساب ما خراب میشه. حق دیگره متوجه باش. بگی خوراک بگی مادر تو گرفتی نکو دیگه. نه ما خیلی نانای داغ بگی. میارم تا اونی طرف بتی خواه سردار
خب تو 4 تا 5 تا کلتون در کمره سایل داره اینا مقصد که اگه تو خو گرفتی مادر بگی خیره تو گرفتی ما دختره تو گرفتی تو گرفتی نه خب خیره به نوبتی نکنن بگی دختر چی مادر باش خیره گپ میزنم بگی دختر بته او طرف تو گرفتی ما تو گرفتی تو گرفتی دیگه نکنن سر صدا بر کلتون میرسه ها دادم با کدام باش که از یا چند نفر مانده سب دادم دیگه خب از یا خلاص است تو اول گرفتی وی 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 ها شور نخوری بر کلت میتمونه و دیگه 4 تا را گرفته دست پیش نکو خیره برو مادر بیشی میتمد بیشی میتمد بیشی از یاره یکی دادیم یکی دیگه هم میتم بیشینین چند تا مونده استاد؟ 700 دانه شد خب 15 دیگه برد 15 تا دیگه رو اونجا برای مردم های دیگه باید تو امیر حساب دو یک نفر تا بتال امیر برای نفرهایی که اونجا هست میبریم خب 15 یعنی ایران با حساب کنم ایره خو از خودم هست نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 مردم نشه برو بان خیره بان برو دیگه نمیره اونجا بته خلاص بیوارس کن تو هم اونجا برو مادر اونجا بیشی مسافر کیرا بیشی میتمد بیشی مرا تو یک دو تا بته خب هموطنان عزیز برای تعداد بیشتر از 100 نفر ما 4 دانه نان که جورایی از 2 دانه توزیع کردیم و او طرف پدرایی که هستن کسای کراچیوان است کسای ادرا آمده بودن بر از اونام یک مقدار نان توزیع کردیم دیگه که دوستاد انشاءالله میریم داخل حسابی خود خلاص میکنیم باز از پیشش خداحافظی میگیریم بیا بخیر خب سلام برسه بر کلگی بخیر هستین صحتمند خیرتی است اصل قماندان کی است جور هستین انشاءالله خیرتی است خب سلام برسه و علیکم سلام چی وقت شروع کردی کار بخیر چند بجه صبح 5 بجه صبح 5 بجه صبح خب چند صد دانه نان امروز بخیر تیار کردی روز یک 7-8 نان است آماده کردیم 7-8 نام خدا خب تقریبا 450 دانه از ما بود این دیگه را باز کی فرمایش داده مردم میخره یا کسایی که کمک میکنه دوستای خدا پیدا میشه کمک میکنن برای فامیلا برای خانما خدا خیرشان بده اینال یا که نان گرفتن باز میرن یا هستن دیگه باش که پیش استاد بریم استاد جان سلام برسم بازم سلام قبلا هم صحبت کردیم
کسایی که اینجا بر شما فرمایش میته یک روز پیش میگه که این قانون تیار کنین؟ بعضی بله میگه، بعضی میگه که بعضی نمیگن، بعضی همه تو آنان میاین. میاینم. و شما چطور پیش بینی میکنین که مثلا امروز اینقدر باید خمیر شوه و اینقدر نان باید شوه به خاطر هموطنا؟ ما خو مشتری هم زیادتر داریم، کار ما شکر خدا بیشتر است. دیگه ای که بعضی دوستا من یک دوست سیستم نان فرمایش میتن، گنجایش کار ما دارم این نانه. دیگه در مشکل از بر نمیخوریم ان شاء الله. باز اگه از او بیشتر شه، با چون ما شاگردای فالتو داریم، اونا خمیر میکنن، آماده میکنن به خاطر پختن. روزانه چند بوجی را شما خمیر میکنین؟ تقریبا از بوجای 50 کیلویی تقریبا 14 بوجی میشه، 14 15. خب نسبت به مشتری دیگه، اگر مشتری زیادتر شوه و خرید ما فروش ما زیادتر شوه، بیشتر خمیر میکنیم، بیشتر مصرف داریم. خب امروز ما ناگهانی آمدیم، حال پلان است بخیر که یک دو بوجی دیگه هم تر شوه یا کفایت میکنه برای امروز خمیر؟ نه ان شاء الله کفایت میکنه. ان شاء الله کفایت میکنه. بله. اکثر هم دیگه فکر کنم شوای جمعه باید از زیاد خمیر کنین. خب طبعا خصوصا روزهای پنجشنبه ما آمادگی خودم میگیریم. برای شوای جمعه آمادگی خودم میگیریم. بله. دوستای خدا دیگه زیادترش در شوای جمعه یا روزایی که میاین بر خودت معلوم است که کیا هستن. مثل بچگک آمد 500 را داد، گفت کی را باز نان برای جا توزیع کن. بله همونطور است. در روزهای پنجشنبه که شب جمعه شوه، بعضی دوستان من بیشتر هم پول اینجا میتن، فقط خودشون بعضشون نانا رو خودشون توزیع میکنن، بعضشون پول میتن خودشون میرن، با نان ما برشون توزیع میکنیم. یعنی یگان تو دیگه میگه نامم نبرین و هیچ کسی نفهمه که نان کی داده؟ بله بسیار شخص هست که غیر خودم حتی شاگردام رو نمیبینه. بله پول خودم میتن میره. او دیگه راز نیازش با پروردگار است. بیشک. خب راز نیازی همگی با پروردگار عالم است. خب بعضی دوستا مجبور است دیگه که باید یک برنامه رو داشته باشن. دیگه اونا کسایی هستن که خودشون اون برنامه پیش خودشون است، مخفی هم تو یک کار رو میکنن. قربان سلامت باشی دوستا عزیز. ما وقتی که برنامه را تنظیم میکنیم به خاطر از این است که دیگه دوستا تشویق شون، حداقل برنامه را که میبینن اونا هم احساس پیدا کنن که بر هموطنای خود یک چیز کمک کنن و هم درد دل هموطنا را باید بفهمن که هموطنای ما در چی حالت زندگی میکنن. قربان سلامت باشی دوستا. دیگه نانای گرم بر آمده میره و بعضی هموطنای ما خریداری میکنن، بعضی هایشان که یک 10 تا بخرن حداقل یک دانه دو دانه شه همینجا بر هموطنا کمک میکنن. خدا خیر نصیبشان کنه. و استاد هم دیگه مت در درجه آخر گرمی قرار داره. کدام پیام اگه داری باز میشه که به هموطنا داشته باشیم. بله. غم اینمی نیازمندایی که میگه صبح تا خوابگاه میشینه برای نمازیات گناه سینان کمک کنه نمیبرشون کافی. بله. دیگه خداوند خیرشون بده. در نزدیک آتش هستی دیگه، پروردگار از این آتش ما و شما را نگاه کنه. الهی آمین. در این دنیا هم در اون دنیا. مولا. قربانت سلامت باشی. با عزت باشی. خب دوستا ما هم حسابی خدا خلاص کنیم، باز دیگه از شما خداحافظی میگیریم. چه قنان شد استاد جان؟ 217 دان. یک 3 نفر در بازوی دیگه نام سه نفر دیگه فکر کنم که تقاضامند نان هستند. پیسه شما چه میشه استاد؟ او 3 نفر هم میشه؟ او اینی 4300 از پیسه گذاشتید. این 3 نفر هم حساب که خیری رم از جیب خود اگر داشتم که میخرم. مرا سکولی شما رو دفتن گرفت. خیر قربانت سلامت باش. نه دیگه حسابی هست که باید داده شوه. سلامت باشی. خب او از حسابی گذاشتید و چند نفر دیگه فعلا نان میگن؟ 3 نفر 5 تا جورش کو، 5 تا جورایی که 20 دانه شوه. 3 تایش آواره بته، 2 تایش هم یک کس دیگه که آمد سایز. اون 2 تا نان دیگه تا بخشش کو دیگه. با عزت باشی. از طرف مادر ما شیما احمدزی که همیشه افر چا میکنه، نان توزیع میکنه، بر هموطنای ما در هر عرصه کمک میکنه.
و خداوند پاک برادرشان هم غریق رحمت کنه. سید کمال عظیمی را گفته بودن به روح از او که امشب شب جمعه است، ما خواستیم که این نان توزیع کنیم و پروردگار عالم کل گذشته‌های ما را ببخشه. خب 5 نفر دیگه فکر کنم اضافه شد که او را ما جیب خود دادیم. خدا ما را هم ده ثواب